که این فرزند خلف آواز کرده، من که باباشم انگشت به دهن موندم که این چجوری خونده و این چه استعدادیه که تونسته بخونه. کار من در حال حاضر نبود، یعنی من در حال حوصله من و توان الان من نبود این کار. ممکن بود در جوانی با این کار برخوردی داشتم و اینها و با تمرین زیاد میتونستم این کار رو اجراش بکنم، اما واقعا همایون نشان داد که یک استعداد استثنایی در این کار. به این توانایی، به این تمیزی، به این جستی، این فواصل بسیار که الان سخت آدم یاد بگیره این فواصل رو، یه دفعه پرده آنچنان عوض میشه که از هر کسی نمیتونه به اون سرعت یاد بگیره و این فواصل رو به این خوبی گرفته و ریتم رو دقیق همراه با ارکستر اومده. یعنی عبدالقادر در این کار از خواننده مثل یک ساز استفاده کرده. مکن یار مکن دوست مکن عشوه مکن یار سلطان دل دارم. خوبه؟ درود بر تو. آدم دیوونه میشه. چند آفرین.